عقل انسان یک معدنه. در این عقل چه معدنی هست؟ فکر. از عقل باید فکر استخراج کرد، از فکر باید مفید استخراج کرد، فکر مفید. از فکر باید حکمت استخراج کرد. در این قفسه سینه یک معدن دیگه هست به اسم دل. دل یک معدنه، اینجا جاشه. چه معدنی در این دل خداوند ذخیره کرده برای ما و شما؟ نیت خیر. حق دلته که ازش نیت خیر استخراج بکنید. وای بر من و تو اگر از این دلت نیت بد استخراج کردید، بدی متوجه زندگی خودت و خانوادت و نسلت و نوادگانت خواهد شد. این دل حقشه که نیت خیر ازش استخراج بکنید. وقتی نیتت خیر میشه دنیا پر از خیر میشه.